سلام و درود عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز الو سیگنال. امیدوارم که حال همگی عالی باشه. کاردانو رو در تایم فریم روزانه داریم با هم دیگه بررسی میکنیم و همونطوری هم که داخل چارت مشخصه، قیمت بعد از رسیدن به محدوده مقاومتی 1.1213 الی 1.1840 و پاکسازی نقدینگی که این بالا بود به سمت پایین ریزش کرد و با شکستن این کف این ریزش ادامه دار شد که تا دقیقاً کف این محدوده ما، کف محدوده که قبلا شکسته بود، به سمت پایین اومد. از اینجا یه برگشتی رو به سمت بالا داشته، منتها در صورتی که این کف حفظ بشه مجدد قیمت میتونه به سمت سقف قبلی حرکت بکنه، یعنی اینجا، یعنی نواحی 1.17 1.18 قیمت میتونه بره. اما اگر که قیمت بیاد و محدوده زرد رنگ و یعنی کف 0.8265 رو به سمت پایین بشکنه، در این صورت تارگت بعدیش میتونه 0.6950 باشه. بریم ما هم دیگه تایم فریم 4 ساعتش رو هم بررسی بکنیم. در تایم فریم 4 ساعته این ریزشی که به سمت پایین داشتیم، پول بک خاصی رو به سمت بالا انجام نداده و به واسطه همین حرکت به سمت بالا الان 3 تا کندل سعودی خوب زده که این سقف رو شکسته، سقف کندل قبلی خودش رو شکسته و الان تارگت بعدیش محدوده 0.9603، یعنی این خط هستش. اگر اینجا رو هم رد کنه خیلی راحت تر میتونه به سمت بالا حرکت داشته باشه. اما اگر نه، از اینجا که تایم فریم پایین تر مثل 1 ساعت و نیم ساعته، اینجا یک محدوده هستش، بخواد به سمت پایین ریجکت بشه میتونه تا 0.8280 هم پایین بیاد. حواستون به نواحی که گفتم باشه. اگر که روند صعودی به سمت بالا ادامه دار باشه، تارگت اولمون میتونه این محدوده قرمز رنگ باشه و یک رنجی رو اینجا تشکیل بده. امیدوارم که این تحلیل مورد استفاده شما عزیزان و همراهان عزیز قرار گرفته باشه. موفق و مایت باشید. روز خوش.